با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران اهل اسلام، بر همه شما سلامتی خواهان هستم و میدانیم که سلامتی این اولین درجه ای که در زندگی ما شما لازمی هست. اگر همین سلامتی نباشد ما به هیچ کس لازم هستیم و هیچ کس بر ما لازم است. بعداً صدای گریه کودکانی که از داخل سنگپاره ها و بتون ها زنده و سلامت برآورده شدند، صدای زنی که از فرزندان خود جدا می گردد. چه سخت است نه؟ وقتی این نوارها را از دور از واسطه تلفن تماشا میکنیم، قلب انسان چیکار میکند؟ آب می شود. دل انسان آب می شود و اشک از چشمان ما جاری می گردد. البته دیدن این نوارها از دوری و همچون با واسطه تلفنی اینقدر سخت است. یک بار تصور کنید که انا همین حالت اگر در نزد چشمان شما، در نزد چشمان ما و شما باشد، چیکار میکنیم؟ البته دعا میکنیم که پروردگارا این مصیبت را بالای خانواده ما، بالای دولت ما و بالای مسلمان ها نآورد. و میدانیم که پس هر یک مصیبت پروردگار یک حکمتی هست. بیشک الله تعالی در قرآن عظیم شان میفرماید که والاصابت مصیبت الا باذن الله، یعنی که هر یک مصیبت می شود از جانب ما و شما، این با فرمان الله است. هیچ کس و هیچ چیزی نمی شود به فرمان خدا. البته قوت و توانایی خداوند به نهایت بزرگ است که به یگان سلاح میتواند با واسطه یک زمین لرزه در 5 ثانیه چیکار کند؟ زمین را به خاک یکسان گرداند. پیش از این واقعه دو ستاره مشهوره که الکی آنها را دنیا میشناسد، یکی بورک اوزدمیر یعنی KZM بورک، دیگر آسمان کورولوش که رسمی که شما در روی اکران میبینید. این شخصیت هم میگویند در معلومات ها می آید که وقتی همین در ثبت فیلمش وقتی این حادثه رخ میدهد به همان جایی که این حادثه رخ داده است زمین لرزه رسیده می آید و کمک خویش را بر همان انسان هایی که ضرر دیدند میرساند. البته ترکیه یکتا نیست، ترکیه تنها نیست. البته وقتی ما خبرها را میخوانیم میشنویم که از جمهوری تاجیکستان چند نفر کارمندان همون نجات دهنده ها، البته با فرمان الله، همه با قدرت و توانایی خداوند، امروز چند نفرها را زنده و سلامت برآورده شدند، نجات دادند. ما چقدر شاد میشویم به خاطر اونه که دولت تاجیکستان، البته خداوند نگهبان آن شخصی باشد که جان خود را دارای نداشته با دولت ترکیه کمک خویش را میرسانند. باز یک بار دیگر برای همه شما تنصیحاتی و سلامتی خواهان هستم. خداوند نگهبان همه شما باقی سربلند و سعادتمند بمانید.